درود همدیاران عالی قدر. ما در جریان سفری ایجادیمان به ولایت فرغانه به دهی بربانلق ناحی آلطرق رفتیم. سالهای آخر در مملکتمان در همه جبهه ها دیگرگونی ها نظر رسند. علاوه خصوص در بنیاد و آباد نمودن زیارتگاه ها بسیار کارهای خیر اجرا گردید. از این لحاظ حالا شماره سیاحان خارجی برابر داخلی زیاد گردیدند. در زیارتگاه دوست خدا پیریم نام خداشان عطاالله خان. این یک عزیز مسکن که زیارتگاه خیلی خوب اینجا. همین قشاق‌خانه 3 محله هستند. عمومی اهالی 10,800 نفر هستند. در دهه ما 3 خیل ملت ما موجود. قرقیزها موجودند، ازبکان موجودند، بسیار تاجیک‌های خدا ما. خدا آینده شده رفت آمد جوشنده همش. جوان‌های ما حاضر همشون در روی وطن پروری تربیت تعلیم گرفته شدند همشون. باز هم دوست ما مستحکم میشد. واقعاً در دیارمان قدمجاهای بزرگان، مقبره ها، جایهای تاریخی و همزمان چشمه های شفابخش خیلی زیاد است. زیارتگاه دوست خدا هم یکی از چنین منزل های آباد و با تراوت به شمار می رود. از آب شفابخش چشمه مردم گرد و اطراف و زیارتجان با نیت شفا می نوشند و شکر زندگی و نعمتی آفریدگار می کنند. این زیارتگاه 10 عصر پیش های نامشون شیخ عطاالله دوست خدا گفته تخلص کرده که اینا هوای وقتنده همین خیلی شده که دواشون اجابت بودگی اینا گپشون همه جنون مگذشتگی بوده که از برای همین خیلی شدگی و این یک تاریخچه ها دانند که یک ما آخرش این رسانده تاریخ این آدم یوان نقض میشد بایم چشمه بودگی هوای چشمنده آدمو گرفته هوای آب شفا بخش آب بده خود دلمش کرده بعد از وای هوای چشمه یک شدن مقصد شنده من 300 متر کوونده آب سکوندن من آبشون من آدمو خود دلمش کرده حاضر اخلاص کردم میخورن در دوشمش فوش دوست. زیارتگاهی دوستی خدا روز از روز آباد میگردد. از آغاز فصل بهار تا تیرماه زرین قدم زیارتجان کندن نمی شود. طبیعت فسونکار، هوای صاف و بیگرد و غبار برای سیاحان پسند می آید. شما هم بیننده عزیز تشریف نمایید. روحتان بالیده می گردد. ما همه این را احساس کردیم. مهربانم مادر، آرامی جانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر. نگهبانی سری گوهره من توی مادر شفای گریه من چه شبهای تو را بیتاب کردم خودم خفتم تو را بیخواب کردم مادر. مهربانم مادر، آرامی جانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر. سر شب تا سحر نازم خریدی همه خوفتن تو بیداری کشیدی هرام باغه که کارم گریه بودی کسی جز تو برایم دل نسوختی مادر. مهربانم مادر، آرامی جانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر، بیا
بیا مادر بیا روح و روانم مادر افلاکیان است بیهیش در زیر پای مادران است مادر نامش همیشه جاویدان است مادر مهربانم مادر آرامی جانم مادر بیا مادر بیا روح و روانم 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 مادر سحر در شاخسار بستانه چه خوش میخواند مرغی نغمه خانه برابر اندر سینه داری سرود ناله آه فغانه. بینندگان عزیز و ارجمند، سفر هنری ما در شهر رشتان ادامه می‌یابد و حالا هم صحبتی من یکی از آوازخوان‌های معروفی انا همین دیار قاسم جانکه عزیز بباشد. قاسم جانکه وقتی که ما در اینجا با رشتیانی‌ها هم صحبت شدیم، آید فضیلت انسانی شما و این قوه حافظی شما و آوازخوانی شما همه با مهر و محبت گپ می‌زدن. اینک خود شما در این باره چی میگویید؟ از وقتی مکتب خانه من به همین سرودخانه و حوض شدگی بعد از حربی آمده سرودهای احمد ظاهر خودم دوست داشتم. 1982 سال رشتم بود، از افغانستان بسیار مهمان ها آمدن. من رفته همون کنسپت سرودهای احمد ظاهر خواندم و من از هوا وقت سر کرده من خانه مدنیت به تکلیف کردن و من خانه مدنیت به 33 سال کار کردم. هم بسیار تا کدام سرود میخوندید یک تا زمزمه کنید؟ چون درختی فروردین پرشکوفش و جانم، دامنی ز گل دارم هرچی کاس بیفشانم. چون درختی فروردین پرشکوفش و جانم، دامنی ز گل دارم هرچی کاس بیفشانم. ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم. ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم. آفرین. من میدونم که شما سرود شوق سمرقند همین غزل زیبنستا رو هم با یک مرامی تازه میخوانید. بیا کی زلفی کجویه چشمی سرمسا اینجاست، نگاهی گرم و اداها ای دل ربا اینجاست. یارت من داده. بیا کی زلفی کجو، بیا کی زلفی کجو چشمی سرمساین جاست داده.
نگاهی گرم و ادایی دل را با این جاسته داده کرشم تیغی می شاید خنجر و نگاه الماس شهادت در طلبی دشتی کربلا اینجاست داده یاره. وقتی که ما غزل ها را میخوانیم خود به این عالم وارد میگردیم و شما که بسیارتر دوستدار شعریت و اجرای ترانه های شادروان احمد ظاهر هستید. وقتی که نگاه میکنیم احمد ظاهر در همه موضوع میخواند. میدونید باز هم مثلا موضوع همین دوستی، عشق و محبت و با یک ترانه بسیار خوبش است که آیدی مادر است. اینا هم میخونید. وقتی که میخونید این آهنگ را چی پیش نظرتان میآید؟ البته این سروده خانم به یادم مادرم بیام. مادرم وقتی که از خدمت آمده یک مادرم میدیدیم خانه در آمده شبانه می آمده و مادرم خواب نرفته همین موی پایده میشتنده. البته یکم البته مادرم به یادم میاد. همچنان که سرود و ترانه ها و وصف مادر همه میخوانند و میسرایند او انتها ندارد و همیشه ما چقدر خواهیم درباره مادر بگوییم این همین قدر کم است و احمد ظاهر هم این ترانه را بسیار خوب سراییده است. ای خدا ای خدا مادر من باز به من ده مادر من اختر من گوهر من باز به من ده مادر من اختر من گوهر من باز به من ده مادر باز پرور من باز به من ده قسم و دام تاقی تو بزرگی قرآن تو قسم و دام تاقی تو بزرگی قرآن تو خار بود به چشم من ماه تو آسمان تو تنگ بود به چشم من زمینی تو زمانی تو ای خدا ای خدا مادر من باز به من ده تشکر زیاد میگن که جنت زیر قدوم مادران است. آنها که از این دنیا رفتن روحشان شاد باشد و مادرانی که امروز در زندگی هستند خداوند عمرشان را دراز بکند.
و مادر وطن وصف مادر و وصف دوستی خلقا، وصف دوست که میگن در یکی از شعرهای حافظ میگد که ای دوست که گفت که جنت بی دوست نگوست. و همین گونه شعرها خیلی زیاد است. درباره موضوع دوستی اگر شعر گویید کدام شعر رو میخواندید حالا؟ اکنون ما بسیارتر سرودخانه اکنون خواندگی سرودنامه میدانند. من بسیارتر سرود مرادبیگ نصیرالدین خواندگی بودم. در جهانی دشمنانی دوستان را گم نکن، در میانی کج روانی راستان را گم نکن گفتگی سرودشون بسیار هم مطالعه میکنم هم بسیار دوره خوب میخوانم سروده. خب پیش اینو زیر یک زمزمه میکردید. در جهانی دشمنانی دوستان را گم نکن، در میانی کجروانی راستان را گم نکن. هر کجای پانهی در پای تو سر می نهم، هر کجای پانهی در پای تو سر می نهم. آشیان خورده آن آشیان را گم نکن، آشیان خورده آن آشیان را گم نکن. نوبتت گر آمده است در آسیا نبت بیرو، لیک ایسیان و غروری آسیان را گم نکن. دستی در میکشم از آست بینم هر سحر، ای که بیرون میروی این آستان را گم نکن، ای که بیرون میروی این آستان را گم نکن، این آستان را گم نکن. تشکر، سلامت باشید. در این دم به یادم یکی از رباعی های بهترین ابا عبدالله رودکی می آید که می گوید هیچ شادی نیست اندر این جهان بهتر از دیدار روی دوستان. از دیدن دیدار شما و دوستان ما که در اینجا حضور دارند ما سرفرازیم. تا بازدید همیشه صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید. خداحافظ.